اتومبیل لشکری امریکا روژا شنبه سی کانو دویش کشتی کل بندر گتینیال پولندا هات نخواره جبونو بداری کاری خستی آلاو و لشکران لانیا روشحلات یا ناتو لشکر امریکا داخویانی کاروش ناموانی داراگهان او اتومبیل دناوانی زیکی 2400 اتومبیلان دانه کدومه ها پوری دا گهشتینا پولندا و یونان جلای تیما ایک یا هزین پیاده لشکری امریکا و دوام لیوای شرکری زرخی امریکا که بنگهاوی لکنساسه. The Dagger team is very excited to be here. تیم داگیر گلک به هیجان کل وی دریا. د ششمهن داوی دا مگلک راهنان کرنا. جپار وردو جاران لناوند اجتماعی آماده بونه جبو وی دلیوی و هر وسا کاری دیگل هفبندین پولندی. کلونل امریکی براین هاریس گوتی او کسین که دیگلی ویا داگر کار دگن به مهان جبووی به جهبونه آماده کاری کرینه و لبندن دیگل حوالبندن خوین پولندی کار بگن. اف پنگاوه بشکش چاره سری ناتو یا که لشکری امریکاوی اروپا ده بیجید پابندبون به ناتو ده همان دمدا آماده کاری زده کرنا کار کرنا هفبش و پیوندین لشکری این هف پیمانان حوالبندانه. So we have tanks, Bradleys that carry infantry squads. ما تانکن برادلی ینه زین بجایی هنه. ما پالادنیس ین توپ هاویش هنه. و مزریپوش و ماشین دین چکدار هنه که برکاوان تیم داگیر دکارا ارکی خواه جیب کن. اکثر پشتی که روسیا دمها شباده دا هرشگیری سر اوکراینیا ناتو سرباز کشتی فروکین شهر با حوالبندین روشحلات ناتو هنارتینه به تایبت لبالتیک و نزیکی 40,000 لشکر کرینت بن فرمانده ناتو و هاتین مای دنگ امریکا واشنطن